امروز 14 август است و تازه‌ترین خبرگزاری‌ها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز و نخست سرخطی موضوعات. روسیه از ترس شدت گرفتن حمله‌های اوکراین مردم ولایت بلگراد را به جای‌های امن می‌کشاند. دزدی بیش از 23 میلیون سومانی در شبکه‌های تقسیمات برق جبرانش از جیب مشتریان می‌شود. برای همین مجبور شدم که همون 160 سومانی به همون صورت حساب قبلی پرداخت کردم. و امام خطیب نایب باباجان غفورов آزاد شد. پرونده دو نمازگزار به دادگاه رفت. دادستان ولایت سوخت با گذشت 4 ماه واقعه را شرح داد. نسبت مولا امام معاون و یک نفر دیگر هرشون نسبت هرشون پرونده جنایتی آغاز کرد. با ادامه پیشروی نیروهای اوکراین در ولایت کورسک روسیه، مقامات این کشور در ولایت بلگراد وضع فلاکت‌آمیز اعلام کردند. ویچسلاو گلادکوف رئیس ولایت بلگراد روز 14 август در تلگرام نوشت که اوضاع در ولایت بسیار دشوار و پرشدت باقی میماند. به قول او نیروهای اوکراین هر روز به ولایت حمله میکنند و خانه‌ها ویران شده و غیر نظامیان زخم برداشتند. بیشتر از این مقامات بلگراد اعلام کردند که هزاران نفر را از این ولایت به جای بخطر کوچ میدهند. عین زمان وزارت دفاع روسیه امروز گفت که 27 درون و یک پهپادهای اوکراین را در فضای ولایت ورونش چند صد کیلومتر دورتر از شهر مسکو نابود کردند. به قول رئیس ولایت ورونش در نتیجه حمله های اوکراین چند خانه استقامتی آسیب دیده کسی تلف نیافته است. اوکراین هفته پیش به ولایت کورسک روسیه حمله کرد و میگوید بیش از 1000 کیلومتر مربع این کشور را تحت نظارت درآورده است. در تاجیکستان بستری پیامک‌های قرض از نیروی برق ادامه دارد. بسیاری ها میگویند همیشه پول برق را سر وقت میسپاریدند، حالا نمیدانند که این قرض از کجا آمده است. از طرف دیگر فقط در دوشنبه 10 کارمند شبکه‌های تقسیمات برق را برای دزدی پول نیروی برق و جوابگری جنایی کشیدند. کارشناسان میگویند پول دولت را مقامات میدزدند ولی جبر آن را مشتریان میکشند. علیشیر ظریفی و بارود یوسفی در این باره بیشتر میدانند. شمسالله فاضلوف روزنامه‌نگار تاجیک میگوید به او پیامک رسید که از حساب استفاده نیروی برق قریب 160 سومانی قرضدار است، در حالی که میگوید هر ماه پول برق را پرداخت میکند. و ما هم یکی از همون 10,000 مشتری که پیامک گرفت. برای همین مجبور شدم که همون 160 سومانی به همون صورت حساب قبلی پرداخت کردم. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق خبر داده بودند که به 50,000 مشتری پیامک از قرض‌های پیشینه‌شان فرستاده خواهد شد. ساکنان چنین پیامک قرضداری‌شان از استفاده برق را شبهه‌برانگیز می‌دانند. حاضر همه قرض‌های پیش زیاده از 40 میلیون سومانی ماندگی قرض و هم کارکنان هم مشتریان. لیکن از سبب بیرون که می قرض و درستیش عمیق نیست، برای همین ما اول سر کردیم همه دمی زیاده 50,000 مشتری. نمایندگان شبکه‌های تقسیمات برق در حال از قرض ساکنان از این شرکت صحبت می‌کنند که آژانسی مبارزه با فساد در 6 ماه سال جاری بیشتر از 23 میلیون سومانی تصرف پول‌های بودجویی را آشکار کردند. تصرف مبلغ‌های پولی را با مبلغ 12.6 میلیون سومانی تنها در فیلال شبکه‌های تقسیمات برق در شهر دوشنبه آشکار کرد. در مجموع نسبت 10 نفر پرونده جنایتی آغاز کرده شده. کارشناسان تخمین می‌زنند که پول‌های تصرف شده در شبکه‌های تقسیمات برق شاید با قرض‌های اخیراً پیدا شده مشتریان ارتباطی داشته باشد که در نهایت می‌خواهند از حساب ساکنان آن را جبران کنند. همین مسئله باید از طرف اگنتی مبارزه با کروسات جدی‌تر و شدیدتر جزای سخت‌تر داده شود، برای اینکه مبلغ را تصرف می‌کنند نمایندگان برق تاجیک فرض کردیم، لیکن متأسفانه جبران کننده خود شهروندان میشوند. دزدی برق و تصرف مبلغ‌ها در نظام انرژی کشور در گذشته نیز بارها مورد تنقید قرار گرفته بود. با وجود آنکه شرکت برق تاجیک به 3 شاخه جدا شد و متخصصان خارجی را به مدیریت یکی از شاخه‌های آن جلب نمودند، دزدی مبلغ‌ها ادامه داشته ساکنان هر تیر ماه زمستان با کمبود برق حساب و کتاب شبهه‌برانگیز پول آن روبرویند.
رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. ورزشکاران تاجیک که از بازی‌های 33ام تابستانه المپیک صاحب مدال شده بودند امروز به دوشنبه برگشتند. در فرودگاه دوشنبه ورزشکاران تاجیک رو نزدیکانشان و هواداران ورزش استقبال کردند. به نظر تحلیلگران نتیجه‌های به دست آورده ورزشکاران تاجیک با دو کشور آسیای مرکزی ازبکستان و قزاقستان قابل قیاس نیست و وضع می‌باید عوض شود. ارشاد سلیمانی و امیر ایسویف گزارش می‌دهند. صدها نفر برای شادباشی تیم المپیک تاجیکستان به فرودگاه آمدند. از پاریس ورزشکاران تاجیک بار اول با 3 مدال برگشتند. مدال اولین تاجیکستان را جودوکار معروف تاجیک سامان محمدبکوف در وزن تا 81 کیلوگرم به دست آورد. این نه تنها مدال من است، این مدال تمام مردم سربلند تاجیک است. همچنین به این ورزشکاران 200,000 سامانی جایزه مالی، خانه و ماشین نیز تقدیم شد. صاحبان مدال‌های المپیاد پاریس میگویند هدف نهایی آنها به دست آوردن طلای المپیاد است. کارشناسان بخش ورزش هرچند در یک المپیاد یکباره صاحب 3 مدال شدنی ورزشکاران را دستاورد خوبی می‌دانند، اما پیشنهاد دارند که باید برای مدال‌های بیشتر در المپیادهای بعدی اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های جدی صورت بگیرد. می شود در این ساحه اگر که مبلغ گذاری کمتری نستر باشه و توجه به دهات باشه، از دهات سر کرده می شود که در المپیادهای آینده ما هم طلا بگیریم. این کارشناسان همچنین نبود مرکز معاصر المپی با شرایط تمرین و اقامت، نداشتن معاش المپی، کم بودن متخصصان و مربیان معاصر، کم جلب شدن متخصصان از خارج کشور و عامل‌های دیگر را مانع‌ها برای به دست آوردن طلای المپیادها عنوان کردند. از تاجیکستان در المپیاد پاریس امسال 14 ورزشگر شرکت کرد که 11 تن در رشته‌های جودو، باکس، کشتی آزاد، تایکواندو، شناوری و ورزش سبک به مدال ماندند. ورزشگران تاجیک در هیئت تیم منتخب المپی در بازی‌های تابستانه المپی از سال 1996 شرکت می‌کنند که همگی 7 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنجی به دست آوردند. همگی در 4 المپیاد ورزشگران تاجیک مدال گرفتند که نتیجه بلندترین تاجیکستان سال 2016 مقام 54م با یگانه طلای گرزانداز دلشاد نظرف در بازی‌های المپی ریو دی ژانیرو برزیل بود. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. منصبداران تاجیک اصرار می‌ورزند شرکت‌های چینی که در تاجیکستان به استخراج معدن مشغولند به سلامتی ساکنان زیان‌آور نیستند. هرچند خود مردم بارها شکایت کرده بودند که به محض فعالیت این کارگاه‌ها صحت خود را از دست دادند و یک تحقیق رادیو آزادی نیز در ماه گذشته نشان داده بود که چینی‌ها در تاجیکستان در کار خود از تکنولوژی‌ها و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید از تاثیر بدی کارخانه‌های چینی استخراج معدن در کشور بیماری ثبت نشده است و وزارت این حالت را تحقیق نکرده است. این نکته را جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی در پاسخ به تحقیقات نوی رادیو آزادی بیان داشت که از شکایت دهها ساکنین تاجیکستان و برخی از پزشکان محلی منشأ گرفته است. امروز یگام حالت‌های یعنی ضرربینی شهروندان از این و آن منطقه وابسته به یعنی فعالیت کردن یگام کارخانه استحصالی در وزارت نیست. این اظهارات در حال صدا می‌دهد که ساکنان برخی از منطقه‌های تاجیکستان از جمله شهر پنجکین و جامعه رامیت شهر وحدت بارها از ضرر کارخانه‌های چینی شکایت کردند. از جمله باشندگان دهه خمگران در کنار کارخانه طلای زرافشان پنجکین در نامه برای جمهور از حالت بی‌فرزندی در عائله‌های جوان، کودکان پیش از وقت تولد شده، فیغانه یا بچه‌پرتایی‌ها و افزایش بیماری‌های راه‌های نفس و عصب نگرانی کرده بودند. منصبداران تاجیک اکثر وقت تلاش می‌کنند به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین از شیوه عملی کارخانه‌های چینی حمایت کنند. تکنولوژی که اونا وارد کردن در حقیقت بی‌سابقه هستند، خصوصا در استحصال میسی کاتودی که سال گذشته در دنیا این تکنولوژی نیست و از جهت اکولوژی هم خیلی بالا است. اما یک تحقیق رادیو آزادی نشان داده بود که واقعیت چیزی دیگر است و چینی‌ها در استخراج معدن و هم کشاورزی از تکنولوژی‌ها و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. در همین دهه خمگران پنجکین چینی‌ها پالایشگاه کلانی ساختند که در آن برای از معدن جدا کردن طلا مواد زهرناک سیانید را به کار می‌برند.
پرتوهای کارخانه آهک چینی ها در سال 2019 ماهی ها را در دریای شینگ نابود کرده بود. استخراج ذخیره های طبیعی تاجیکستان که یکی از بخش های مهم اقتصاد تاجیکستان گفته می شود، اساساً در دست شرکت های چینی است. 84% طلای تاجیکستان از سوی دو شرکت چینی در زرافشان و پاکرود استخراج می شود، اما تلاش می شود زیان این کارخانه ها و مردم و محیط زیست پنهان بماند. بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه پارچه از فیلم درباره بهمنیار ادیب شناخته تاجیک رو می‌بینیم که 3 سال پیش و در سن 66 سالگی درگذشت. او با داستان‌های کوتاهش هنوز هم در بین دوستداران کتاب و ادبیات شهرت زیادی دارد. من آدم شهری هستم کاملا، لیکن پدر مادرم از قشلاق بود. من گفتم این که اون نویسنده مردمی هست، من شک ندارم. متاسفانه در دوران حیات بهمنیار به انگلیسی و یا به دیگر زبانهای معتبر ترجمه نشد. از همینجا پیغام بفرستاد که حتی برای من کتاب‌های افسانه‌های خلق پامیر رو روی کن و من برایش این کار رو میکردم. حتی در هر یک قهرمانشون من پیش نظرم زندگی خودی پدرم و خودی پدرم میباید. دوستان عزیز، فیلم شاهنشاه سرمده به زودی در وبسایت azadi.org، همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های ما در دیگر شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. امیدواریم که تماشا کنید. حالا می رویم به شمال تاجیکستان. داستان ولایت سوغد بعد 4 ماه بازداشت امام خطیب و معاون یک مسجد نایب باباجان غفوروف رسما این واقعه را شرح داد. دادستان تصدیق کرد که آنها با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع در بازداشت می باشند. 1 نفرشان را الکی آزاد کردند. فرزان محمدی در این باره تفصیلات می دهد. اختیار خوجا کامالوف، امام خطیب همکنون سابق مسجد خواجه محمد بلادرکن بعد 3 ماه از بازداشت رها شده است. او همراه بختیار اکبروف، متولی یا خدمتگزار مسجد و نمازگزار میرزا برهان سلمانزاده، استقامت کننده دهه رومان ناحیه باباجان غفوروف، اول ماه اپریل با گمان عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع دستگیر شدند. خود کمالزاده از زمان رهایش تا حال آماده نشد با ما صحبت کند، ولی دادستانی آزادی او را شرح داد. 1 نفرشون بینوبر که در جنایت صادر نموده و در قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو موافق است، نسبت به قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو تطبیق شده است، لیکن اون جنایت را پورا صادر کرده است. دادستانی ولایت سوغد همچنین گفت که نامبردگان به افراطگرایی گمانبر هستند. اولی ماه اپریل امسال هم چند منبع رادیو آزادی گفته بود که 3 نفری دستگیر شده به سلفی گرایی گمان برگشتند که در تاجیکستان ممنوع است. نسبت مولا امام، معاون و 1 نفر دیگر هر سهشون نسبت هرشون فرآیند جنایتی آغاز کرده، اونها دستگیر کرده، بعد تفتیش پررو و خالصانه برای ماهیتاً بررسی نمودن به سود دخلدار ارسال کرده شد. در صورت تصدیق شدن گمان برخی از آنها را از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. پیوندان آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری می‌کنند. بنابر معلومات دریافتی، اختیار خوجا کمالوف 51 سال داشته، 5 سال به این سو امام مسجد بود. وی ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان و همزمان متخصص انفرماتیکا و فناوری‌های نو بوده است. بختیار اکبروف 34 ساله بوده، در مسجد روزهای جمعه خطبه‌خوانی و یا خادمی می‌کرده است. میرزا برهان سلمانزاده 24 سال داشته، جای کار یا تحصیلش به ما معلوم نشد. بازداشت آنها بعد تقریباً 1 ماه انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان امامه رحمان رخ داد که اول ماه مارت امسال هنگام واخوری با فعالان و نمایندگان جامعه و خادمان دین بعضی امام خطیبان را پیروی گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی نامید که به گفته او در بین نمازگزاران غایه‌های افراطی پهن می‌کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ژانویه سال 2009 فعالیت سلفی ها را در کشور منع کرد. پس از افزایش گزارش ها درباره شرکت جنگجویان تاجیک در سوریه و اینکه اکثر آنها پیروان سلفیه بودند، دادگاه عالی با یک حکم دیگرش از 14 دکمبر سال 2014 این جریان را اکستریمیستی نامید.
برنامه امروز ما پایان یافت. سپاس برای همراهی و خدا نگهبانتان.